آنچه در این ویدیو خواهید دید ساخت دوغاب سرامیک، آسانسور عجیب، لعاب براشین، اولین برف اصفهان، هنگدران تو روز بارونی و دوغ و گوشفیل و در نهایت جشن یلدا. کوره هم کارش تموم شده. سیستم اندازه‌گیری دمای کوره والا کنترل اتوماتیکی کوره است. دمای فعلی کوره رو نشون میده 562. این صدای فن اینجاست. من خودم اضافه کرده. فن بزنه و فقط اینجا رو کانکت نگه داره. من میخوام که دوغاب درست کنم. این میاد بالا. ویدئوهای قبل من ظرفا رو که شستم اینجا تشت بزرگ گذاشته بودم توی سینک که موقعی که ظرفا رو میشورم آبی که میشورم رو توی این تشت جمع کنم. این آبو میریزمش اینجا. ریختم اینجا برای اینکه تو مصرف آب صرفه جویی کنم. خب اینا چیه؟ از اضافی کار و خرابی های کار، حالا از سرقیفی ها بریدی، ما باید بازیافتشون کنیم. بزنیم توی دوغاب، آبشون بزنیم و دوباره دوغابشون کنیم. کلاس پریمیرم دارم میرم دانشگاه صنعتی، دانشگاه قبلی خودم. من سعی میکنم دانشگاه بگیرم، اگه بتونم کلاسم میگیرم انشاءالله. اینا چیه؟ گوشته؟ نه استخونه، میگم گوشته. خسته نباشید. برای کلاس پریمیر اومدم تو سازمان مرکزی. قبلا پلاکمو ثبت کردن، نامه دادن. دانشگاه صنعتی آسانسورش خیلی ترسناک. به این علت در داخلی آخه اینا رو نگاهشون کنی چقدر خوشگلن، کیفی میکنن. بریم برای اولین بنزین 5000 تومان. دروازه دولت. ما داریم میریم تلفن خونه. همشون بستن. قرار شده لوازم بسته‌بندی بخریم. بسته‌بندی. چقدر کوله. این مدل اینجوریه. چهارباغه. میخوام آموزش لعاب براشین بدم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که ما یه قلمو برمی داریم. قلمو رو میذاریم توی رنگ، توی لعاب. این کار اوله. و کار دومی که میذاریم روی تمام شد. سلام از صبح برفی اصفهان. من دارم میرم مترو. میخوام برم داخل شهر. خیلی شدیده. واقعا اصلا از بیرون اومدن کاشی میشدن. مامو. خب سلام. من با عینکم اومدم همون کوچه تلفن خونه که اون شب نبودن. بعد از اینا ما از این کاغذها میگیریم برای بسته‌بندی هامون. بس که بار
دومیه که دارم میام اینجا و به در بسته میخورم. بچه‌ها سلام، من اومدم کارگاه و اون قالبایی که خریده بودم تو ویدیو قبلی رو حالا اومدم تست کنم و بریزیم ببینیم چه شکلی میشه. خب سنباده زدن این شکلیه که سنباده رو میذاریم، شکل لبه ها رو سنباده میزنیم، بعد تا که نمیدونم تا اون موقعی که دیگه فهمیدید که وقتشه که دیگه سنباده نزنید. من اومدم تو انباری میخوام از توی این وسیله ها بخاری پیدا کنم. تازه رسیدم بهش. کثیف شده. اینجا میذارمش. بعد این شکلی. آها.